یک مهاجر 42 ساله از تاجیکستان در ساختمان یک بنای استقامتی نوتمام در شوروی سوزدل در شمال شهر سنت پترزبورگ روسیه به شرط لیفت افتاده در جای حادثه به هلاکت رسیده است. در این باره نشریه محلی افتاده رو خبر داد. بنا به اطلاع نشریه، این حادثه ناخوش روز شنبه 11 مارس سال 2023 در بنای رقم 8 در شوروی سوزدل رخ داده. مرد تاجیک به احتمال غالب از خبت ششم به بنای شخص لیفت افتاده است. افتاده‌اش رو خبر داد که جسد مهاجر تاجیک را برای تشخیص به مرگ فرستادند و برای معاین کردن تفصیلات این حادثه ناخوش سنجش ادامه دارد. از اول ماه مارس سال جاری این هلاکت دومین مورد رسانه‌ای شده مرگ فاجعه‌ای مهاجران تاجیک در ساختمان‌های روسیه است. طوری قبلا پایگاه خبری بامداد خبر داد نیمه دوم روز ششم مارس سال 2023 ساعت 16:50 یک مهاجر کوری از تاجیکستان در ساختمان در کوچه نیژنی مینووینکی در غرب شهر مسکو پایتخت روسیه به هلاکت رسید. این کارگر که مگی 25 سال داشت از بلندی و زمین افتاده در جای حادثه جان داده است. اسم این جوان تاجیک نشر نشده است. هر سال بیش از 1 میلیون نفر یا تقریبا نصف اهالی قابل کار تاجیکستان برای پیدا کردن روزی خانواده‌های خود به خارج و اساساً به روسیه به مهاجرت کاری می‌روند. هر سال در روسیه به دلایل مختلف تا 1000 نفر از مهاجران تاجیک می‌میرند. فلاکت‌ها در جای کار و جای زیست و بیماری‌ها و صدمه‌های نقلیاتی از علت‌های عمده مرگ مهاجران تاجیک در روسیه نام برده می‌شوند.